این خداوند میگوید اگر زمین با پوری زمین اگر گناه کرده باشد، گناهاش حتی که پرواز به سوی آسمان کرده باشند، آسمان اگر پوشیده باشند، لیکن در بین شرط ما پروردگار اگر شریکی در من آورده باشد، یعنی از مزارها مدد طلب نکرده باشد، اگر اطراف شهیدها را طواف نکرده باشد، اگر پیش فالبینها نرفته باشد، اگر پیش بینکها نرفته باشد، اگر پیش جادوگرها نرفته باشد، شرم از باور کنید. مرد مسلمان زنش در نزد خانه بینک ایستاده است، خانه جادوگر می رود، اینا شرم هستند. برای همه شما من خبر می دهم که پیغمبر خدا میگوید من اتی عرافا فصدقه بما قال، اگر کدام شما پیش عراف رفتید، عراف گفتن همون فالبین و همون جادوگر و همون بینکایی که وجود دارند، اونا که کافرند، اونا حکمش در اسلام کفر است، اونا کافر هستند. وقتی شما اگر پیش اونها می روید، پیغمبر خدا گفت فصدقه بما قال، وقتی اونا یگان چیزی میگوید، فسأله عن شیء، یک چیزی از او تو میپرسی، بعدا به تو یک جواب میگوید. پیغمبر خدا گفت اگر تو گویی که راست گفت، فقط کفر بما انزل علی محمد، تو به قرآنی که به محمد نازل شده از کافر شدی. یک تصدیقی تو، یک سخن بینکه، یک سخن فالبینه، یک سخنی که اگر همون جادوگرا را شما گفتی راست گفتی، فقط کفر بما انزل علی محمد، محمد میگوید که کافر شدی تو ای امتی من به همون قرآنی که به محمد نازل شد. اینی لست بکاهن و این الکاهن و الکهان و الکهان فی النار. پیغمبر گفت که من کاهن نیستم، من جادوگر نیستم، من فالبین نیستم، من بینک نیستم، لیکن برای شما میگویم که کاهن ها یعنی همون جادوگرها و بینک ها و فالبین ها، چی مرد باشند چی زن باشند، چی شخصانی که از غیب سخن میگویند، همه اونها در آتش دوزخ هستند. عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم. این غیب خودش فقط پروردگار میداند، غیب هیچ کس دیگر نمیداند.